زیر خدا گنبد کبود. گنبد کبود هیچ کس نه. من دارم میخونم. میخوای من بخونم؟ من میتونم بخونم. تو میتونی بخونی، خودت باید بگی. نمیدونم. تو میشه برم کمک کنی؟ آره. خیلی من این هولدرم رو دوست دارم. قربونت برم بابا. قصه بعدی اسمش چیه؟ قصه دیشب اسمش چی بود؟ چی بود؟ پند پرنده. آفرین، دقیقا. آش داغم نیست. اسم قصه بعدیمون چیه واقعی؟ این که پارچه، عزیزم. این که پرنده است، این هم که پرنده است، این هم که پرنده است. قصه بعدی آره شروع شد. اسمش چیه؟ پلو آستین. خیلی بامزه است. اینجاست یا اینجا؟ من از اینجا. نه این واسه داستان قبلی است. چی؟ خب این که وسطشه، باید از اولش بخونیم. میدی به من از اولش بخونم بابا؟ اینجاست؟ آره دیگه از اینجا شروع میشه، همینجوری خط میری پایین. این چیه؟ این میگه نوشته که غیر از خدا هیچ کس نبود. نه. یکی بود یکی نبود. وایسا بگم. یکی بود یکی نبود غیر از خدا. نه این که پلو و آستین. نه. یکی بود یکی نبود. آره. یکی بود یکی نبود. زیر گنبد خدا هیچ کس نبود. خب غیر بده از شروع خدا. کنم. بده شروع کنم خوندم. این چیه؟ روزی روزگاری مردی درسته در خانه مهمان شد. در خانه مهمان شد دیگه. یعنی چی؟ در خانه مهمان مردی مردی اینجا کجا داریم؟ مهمان نه اینجا مهمان مردی اهل دانش و ادب بود و زندگی ساده ای داشت. او هیچ وقت به مهمانی های بزرگ نمی رفت، ولی برای آنکه روزی میزبان را برای آنکه روی میزبان را زمین نینداخته باشد و کاری دور از ادب نکرده باشد به این مهمانی رفت. مرد عالم آهسته و آرام رفت تا به خانه میزبان رسید. جلوی در این و آن در حال رفت و آمد بودند. یکی که او را نمی شناخت پرسید اشتباه آمده ای، برو. مرد عالم گفت بگذار من بگویم برای چه آمدم، آن وقت بگو که اشتباه آمده ای. خب بگو، مگر امروز در این خانه مهمانی نیست؟ اونورش اونجاست. نه دست من. خب باشه پس یه جور من ببینم دیگه. داری میبینی؟ بعد نوشته که اون یکی گفتش که بله چطور مگه؟ بعد یکی گفت من هم به مهمانی دعوت شدم. بعدش گفتش که مردی که جلوی در خانه ایستاده بود مرد دانشمند را برانداز کرد و گفت عجب شاید اشتباه آمده ای، چطور ممکن است تو هم به این مهمانی دعوت شده باشی؟ نکند خانه دیگری بوده که به اینجا آمده ای؟ اون مرد دانشمندم گفت مرد دانشمند کی بود؟
این مولا نصرالدین. آره مولا نصرالدین. یه بعضی جا نمیشه که مولا نصرالدین. مولا نصرالدین بخون. مولا نصرالدین گفت نه درست همینجا بوده. مگه صاحب این خانه شمس بازرگان نیست؟ طرف گفت بله. گفت همان که 2 پسر و چند دختر دارد؟ اون یکی گفت بله. خب بله. اون گفت خب همین که دیروز از سفر تجارت برگشته؟ اینم گفت باز هم بله. پس بدان که من هم مهمان او هستم. مرد با میولی از جلوی در رفت تا مرد عالم وارد خانه شود. یعنی همون مولا نصرالدین وارد خانه شود. او داخل خانه شد و با همان آرامش قدم زنان پا در اتاق بزرگ خانه گذاشت. اتاق شلوغ بود. میزبان با چند نفر دیگر گرم گفتگو بود. مرد عالم تا پای در اتاق گذاشت بلند سلام کرد. میزبان از دور سر تکان داد و با لبخندی جواب سلامش را داد. مهمانهای دیگر هم مثل آن که او را ندیده باشند حتی به او نگاه هم نکردند. فقط 1-2 نفر جواب سردی به سلام او دادند. مرد عالم یعنی همون مولا نصرالدین نگاهی به اتاق بزرگ انداخت تا جایی که برای نشستن جا پیدا کند که دید ناگهان همه از جا بلند شدند. از این برخورد شرمنده شد که چرا همه زحمت افتادند، ولی یک لحظه نگاهش به مرد چاق و خوش لباسی افتاد که وارد اتاق شد. در دل خودش خندید که چه خیالها میکرده. اتاق شلوغ شد. همه داشتند برای مردی که لباس گرانبهایی داشت. من باید ببینم بخونم. داری میخونی دیگه. اتاق شلوغ شد. همه داشتن برای مردی که لباس گرانبهایی بر تن داشت جا باز میکردن. این بود که 2-3 نفر به او طعنه زدن. یک دفعه یکی هم از آن میان گفت مرد زود باش جایی بنشین، جلوی راه را گرفته ای، تو دیگر از کجا آمدی؟ مولا نصرالدین بیان که حرفی بزند جلوی در گفتم دستت خودت. دست خود مولا نصرالدین آره بیا بود. میشه یه دقیقه تو تکیه میشه رو برداری؟ آخه بابا این پتو رو اگه برداری پشتم میخوره این چوبه سفته درد میگیره پشتم. اشکال نداره. رو پتو بخواب روی پتو. نمیخوام. دوست ندارم. اذیت میشه. باش بیا بعدش تو پتو رو پرت کن و دوربین نیفته. خب خوبه دیگه. چرا اونو بذار، اونو لطفا بذار رو همون که سر و صدا نکنه خواستیم پتو رو برداریم. قربونت برم. اصلا الان اینا رو میخوای یا نمیخوای؟ خب باید بندازیمش دور فردا. بذارش روی پتو نه روی اون. آفرین. خیلی خب بیا برو. بیا نزدیک این برتر بخواب. آفرین. صورتت هم این بر. آفرین بابا. مولا نصرالدین بیان که حرفی بزند جلوی در اتاق گوشه نشست. جا کم بود. 2 مرد درشت هیکل کنار او نشسته بودند. آنها برای اینکه راحت تر بنشینند هر کدام تکانی به خود دادند و بازتر نشستند. مولا نصرالدین در حالی که استخوان‌هایش هم درد گرفته بود نهار را خورد و از جا بلند شد و خداحافظی کرد و باز هم میزبان با لبخندی با او خداحافظی کرد. مرد به خانه یعنی مولا نصرالدین به خانه برگشت. با خودش عهد کرد که دیگر به این مهمانی ها نرود، ولی دلش میخواست که چیکار کند؟ دلش میخواست به آن آدم ها میآموخت که چقدر اشتباه میکنند. روزها و ماهها گذشت. بار دیگر در همان خانه به مهمانی دعوت شد. این بار با لباس نو گرانبهایی که بر تن کرد به راه افتاد. هنوز چند قدمی مانده بود به خانه میزبان برسد که همان
مرد جلوی در گفت بفرمایید مهمانی اینجاست، اشتباه نروید. مرد عالم سری تکان داد و وارد خانه شد، حتی سلام هم نکرد. مرد جلوی در به او احترام گذاشت. او لخ لخ کنان کفشایش را روی زمین میکشید، اینجور دیدید دمپاییش رو صدایی میده؟ آره. لخ لخ کنان کفشایش رو روی زمین میکشید و به سوی اتاق رفت، ولی هنوز جلوی در اتاق نرسیده بود که همهمه‌ای برپا شد. مهمانها با دیدن او از جا بلند شدند. ملا نصرالدین پا در اتاق گذاشت که چند نفر زیر بغل او را گرفتند و بالای اتاق نشاندند. میزبان دوید و جلو آمد و او را در آغوش گرفت و خوش آمد گفت. ملا نصرالدین نشست. چند نفری که کنار او نشسته بودند با او گرم سلام علیک و احوال پرسی کردند. چیزی هم نگذشت که نهار آوردند. با احترام نهار را که پلو خورش بود جلوی او گذاشتند. مرد عالم آهی کشید و نگاهی به پلو انداخت و با صدای بلند گفت آستین نو بخور پلو، آستین نو بخور پلو. همه ساکت شدند، به او چشم دوختند. میزبان با نگرانی پیش او آمد و گفت چه شده استاد؟ غذا منو داری میخوری؟ من پلوام. خیلی خوب نکن. چه شده استاد؟ غذا خوب نیست؟ بعد مولا نصرالدین گفت فقط غذا خوب است. من منظور دیگری داشتم. مدتها پیش در این خانه مهمان شدم، لباس ساده‌ای بر تن داشتم، برای همین به من بی احترامی ها شد. ولی این بار با لباس گرانبهایی که آمدم برخورد همه با من زمین تا آسمان فرق کرد. پس حق لباس من است که این غذا را بخورد. این بود که گفتم آستین نو بخور پلو. مولا نصرالدین این را گفت و رفت. اگر کسی به دیگران به دلیل لباس گرانبها و ظاهر آنها احترام بگذارد، این ضرب المثل حکایت حال او می شود. قصه ما به سر رسید. علاقه به خونش رسید؟ آره. خوب بخوابی تا رسید. مولا نصرالدین به خونش رسید. قربونت برم. یه دقیقه من میخوام جلوی